آزادی بیان به اندازی بود حتی محاکمه علنی آزاد. عمر رضی الله تعالی عنه آمد در یکی از مجالس، کابینه عمر 6 تن، وزیرای 6 تن، جنرالای 6 تن، قماندانای 6 تن، بزرگای صحابه 6 تن. عمر رضی الله تعالی عنه آمد گفت که الحمدلله ایها الناس اسمعوا، گوش بگیرین. سلمان فارسی میخواد عمر محاکمه علنی بکنه، آشکارا محاکمه علنی رهبر دولت اسلامی، محاکمه علنی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، محاکمه علنی خلیفه مسلمانا که لشکرش در اروپا و در افریقا در جهاد و در نشر اسلام مشغول هستند. این محاکمه میشه. ایها الناس اسمعوا، سلمان فارسی میخیزه و برش میگه والله لن نسمع. دو نمیزنه، دشنام نمیته، بی‌تربیتی نمیکنه، بد اخلاقی نمیکنه، متوجه است؟ این کارا رو نمیکنه. برش میگه والله لن نسمع، قسم به الله ما نمیشنویم. عمر ابن خطاب هم رضی الله عنه با تربیه هست، با اخلاق هست، عفت زبان داره، با تقوا هست. وقتی که تقوا داشتی، ایمان داشتی، در راه مستقیم روان بودی، از محاکمه کس نمیترسی. رهبرهای سیاسی به خاطر عزیز دهانها را بسته میکنن، به خاطر از که غلام است، مزدور است، وطن فروش است، خائن است. از این خاطر اجازه نمیده که مردم گپ بزنن، که گپ زد بیاب میشه. اما عمر ابن خطاب چرا؟ عمر ابن خطاب هیچ کاری نکرده که از محاکمه از او بترسه. وقتی که بر سلمان فارسی میگه که والله لن نسمع، عمر ابن خطاب برش میگه که منتهای ادب و اخلاق از رهبریت سیاسی خلافت اسلامی در یک رعیت. عمر بن خطاب در لحظه‌ای که نفر خیسته در مقابل چند صد هزار از صحابه و تابعین و میگه والله لن نسمع، قسم از به الله نمیشنویم. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه برش بسیار با ادب و با بسیار اخلاق و چون گپایشون از ایمان قوی، رحماء بینهم، رحمت و مهربانی خود در حالت غضب باید داشته باشی. الله بر صحابه چی گفته؟ رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله. این قصه گپ ازی نیست، میخواه که الله از پیشش راضی باشد، رضایت الله را میخواه. سیماهم در چهره هایشان، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، چهره های زیبای ایمانیشان معلوم میشه. ذالک مثلا فی التورات، این مثالشان در تورات انجیل هم است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنای واقعی این چیزی خاص داره. عمر رضی الله عنه میگه لما یا ابا عبدالله، چی مشکل است پدر عبدالله؟ نگفت چرا سلمان؟ لما یا ابا عبدالله، چی مشکل شده که نمیخوایم گپ بزنیم؟ میگه من نمیشنم. سلمان فارسی برش میگه عمر این کالایی که پوشیدی، کالایی که پوشیدی چه مشکل داره؟ این کالایی که پوشیدی اون روز از این تکه ما به جهاد رفته بودیم، فیصله شد که از این تکه 2 متر برای کلگی داده شد، 2 متر به امیر المؤمنین، 2 متر برای امیر المؤمنین، 2 متر به ما، 2 متر به فلانی، لستش اونجا ماندگی است. گفت اونجا ثبت است عمر، با 200 نفر مساویانه گفتن که 2 متر بدین، درست است؟ عمر گفت بله. خیمه خود 2 متر بردم در خانه، جور نشد برم کالا. برای من 2 متر کفایت نکرد. بر تو چی تو مخورترک قدکم پخش، تو قدت بلند عمر رضی الله تعالی عنه، اما تو الله برش بسطتن فی العلم، اما تو یک اندام الله برش دادم. شما با این بزرگی، با این قد و قامت چطور تانستین از اون تکی 2 متر چیز بگید؟ عمر رضی الله تعالی عنه فهمید که محاکمه چی است؟ محاکمه علنی رهبر سیاسی
مسلمان ها 14 قرن قبل. خب کلگی متوجه ازی هستن. آزادی بیان است. سیسوی هیچ کسی از لشکر عمر رضی الله عنه که هر کدامش شمشیرهای 2 متره دارن که اگر یک کافر برابر شدن در 2 متری گردنش برش می‌کنه، لکن شمشیر به خاطر گردن زدن یک مؤمن موحد مثل سلمان فارسی اومده نیست. این چی میکنه؟ برش میگه که کلگیسون عمر سهل دادن، گپ سلمان فارسی را گوش دادن و کلگیسون عمر استاد هستن که عمر جواب ده بگو. برای سلمان فارسی محاکمه است، کلگی گوش میده و هیچ کس مداخله نمیکنه. عمر رضی الله عنه برش گفت یا ابا عبدالرحمن، پدر عبدالرحمن، آیا اجازه میدی که قصه پیراهن مرا فرزند عبدالله بر بکنه؟ بفرمایید. عبدالله خیست بچه عمر ابن خطاب، عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه خیست برش گفت کاکا جان برای من اجازه هست که من موضوع را براتان بگویم؟ سکونی ندمه. اخلاق، آزادی بیان، ایمان، تقوا، اخلاص، راستی، صداقت. اجازه هست که من جریان براتان بگویم؟ سلمان فارسی گفت قل تکلم. عبدالله گفت کاکا جان امروز پدر من امیر المؤمنین میخواست که به مسلمان ها خطبه ارائه کنه، لباس نداشت بپوشه، تکی 2 متریش مادرم گرفت، هر قدر به اندامش گرفت جور نمیامد. دلم به امیر المؤمنین سوخت، دل برای امیر المؤمنین خلیفه مسلمان ها سوخت. کاکا جان امون لست شما سعی کنین. در عین لست 2 متر برای من هم رسیده بود. من 2 متر دکی خودم برای خلیفه مسلمان ها توفه دادم تا پیرهن بسازم و به امرای شما گپ بزنم. سلمان فارسی برش گفت که یا امیر المؤمنین تکلم الان نسمع. حالا گپ بزن بشنویم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا